بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امروز موضوعی که از سبب آن بسیار فتنه ها شده است، بسیار کشمکشی ها شده است و بسیار نفرها بعضی نفرها را اتهام کرده اند و خلاصه موضوع امروزه باب النهی عن البدع و محدثات الامور، باب بازداشتن، منع کردن از بدعت ها و هر آن چیزی که نو پیدا شده است، امرهایی که نو پیدا شده است. خب بعد از اون که در کتاب ریاض الصالحین درباره سنت گپ زده بودیم، درباره محافظت بر سنت، پایبند بودن بر سنت، مؤلف بعد از اون درباره بدعت و دوری جستن از بدعت صحبت کردند. یک چند آیت ها و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را آوردند. خب الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 38 میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی الله میگوید ما هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکردیم. ما یعنی که الله میگوید یگان چیز را در کتاب ترک نکردیم، یعنی فراموش نکردیم، یگان چیز را حکمش را بیان نکرده نماندیم. خب آیت ها زیاد هستند و همچنین یک چند آیت هایی که ما در باب گذشته صحبت کرده بودیم که پایبند بودن بر سنت و هر آن چیزی که بین دو انسان یا دو طایفه اختلاف می شود، نزاع می شود، روی آوردن به سنت، آن آیت ها بر این باب هم دلالت می کند. و همچنین احادیث را ذکر کردند که حدیث ها در این باب خیلی زیاد هستند و اولین حدیثی که امام نووی ذکر کرده اند حدیث عایشه است، حدیث مشهور است که متفق علیه امام بخاری و امام مسلم و دیگر راوی های حدیث روایت کردند که از عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین، مادر مؤمنان، روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند در این حدیث؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که کسی یک چیزی نو پیدا کند، ایجاد کند، فی امرنا هذا، در دین اسلام چیزی نو یک اختراع کند، هذا ما لیس منه. خب انشاءالله در شرح حدیث سخن اهل علم را میبریم. ما لیس منه آن چیزی که اصل ندارد، یعنی در شریعت فهو ردون، پس همون امر، همون کار چی است بر صاحبش رد کرده می شود، یعنی قبول نمی شود. خب در شرح همین حدیث ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری می فرمایند والمراد بها ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. خب مقصد از بدعت میگویند، مقصد از چیزی نو پیدا چی است؟ هر آن چیزی که پیدا شده است ولیس له اصل فی الشرع، در شریعت یگان اصل ندارد و یسمى فی عرف الشرع بدعة، و در عرف شریعت این چی است؟ بدعت نامیده می شود. و ما کان له اصل یدل علیه الشرع، و هر آن چیزی که در شریعت اصل دارد چی است؟ بر او دلالت می کند، پس او بدعت نیست. همچنین از امام شافعی رحمت الله علیه روایت شده است که قال الشافعی البدعة بدعتان محمودة و مذمومة فما وافق السنة فهو محمود و ما خالفها فهو مذموم اخرجه ابو نعیم. امام شافعی میگویند بدعت دو نوع است. یکی بدعت مذموم یعنی بد است و یکی بدعت چی است؟ محمود، خوب است. خب هر آن چیزی که مخالف سنت است این چی است؟ بدعت مذموم، بدعت بد است. و هر آن چیزی که خلاف قرآن و سنت نباشد، یعنی
اصل شرعی داشته باشد پس او چی است؟ بدعتی خوب است. خب همچنین از امام شافعی رحمت الله علیه بیهقی روایت کردند که امام شافعی چی میگن؟ المحدثات ضربان، چیزهای نوپیدا دو نوع است، دو نمود است. ما احدث یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا فهذه بدعة الضلال. اون چیزی که مخالف کتاب است، قرآن است، مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنین اثرا یک روایت مخالف روایت است از صحابه ها مثلا، یا اینکه مخالف اجماع است، اجماع امت اجماع کرده است، صحابه ها تابعین تبع تابعین اجماع کردند، خلاف اجماع است، این چه است؟ بدعت گمراه است، بدعة الضلال. وما احدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غیر مذمومه. و اون چیزی که نو است اما خلاف قرآن و سنت یا اجماع یا قول صحابه، خلاف این چیزها نیست، این چی است میگویند؟ فهذه محدثة غیر مذمومه، این بد نیست. خب بعض علما، این هم سخنی که است ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری زیر همین حدیث، ابن حجر عسقلانی میگویند و قسم بعض العلماء البدعة الى الاحکام الخمسة وهو واضح. بعضی از اهل علم بدعت را به 5 قسم تقسیم کردند، قسم هایی که در همون احکام خمسه است، یعنی واجب است و سنت است و مستحب است و مکروه است و حرام است. بدعت هم همین خیل می شود گفتند، یعنی بدعت می شود که حرام است یا مکروه است یا مستحب است و هاکذا. خب دوستان عزیز، باز یک مسئله دیگر است که امروز بعضی جوان ها میگویند که آیا یک کار را بینند میگویند که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند یا نکردند. گویا آنها گفتند که این را پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردند و این بدعت است و باید که تو هم نکنی. خب در اینجا سوال میباید که آیا هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را اجرا نکرده اند ما باید اجرا نکنیم؟ آیا اجرا کردنش بدعت حسابیده می شود یا نمی شود؟ این هم با این مسئله هم بین اهل علم در این مسئله اختلاف است، اختلاف نظرها است. بعضی از اهل علم میگویند که ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم این چی است؟ سنت است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کار را کرده اند سنت است، نکردن هم سنت است میگویند. و بعضی از اهل علم میگویند که ترک کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم این معنای آن را ندارد که وای کار بدعت باشد، یعنی هر ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردنش حتمی نیست. خب شوکانی رحمت الله علیه در ارشاد الفحول میگویند فیما ترکه صلی الله علیه و سلم والقول فی الحوادث التي لم يحكم بها قال تركه صلی الله علیه و سلم للشیء كفعله له فی التأسی به. یعنی شوکانی میگویند که ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کار را نکردنشان، انجام ندادنشان به مانند کردن حساب میشود، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کار را انجام داده اند و همون کار سنت است، نکردن هم پیرو بودن در نکردن سنت است. این نظر امام شوکانی رحمت الله علیه. خوب باز یک جمله از علما میگویند که ترک کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم این حجت شده نمیتواند، یعنی انجام ندادن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کار را این معنای آن را ندارد که همون کار بدعت است و ما باید نکنیم. این را یکی از علمایی که دانشمندانی که این قول را گفتند ابن حزم رحمت الله علیه هستند و همچنین یکی از دانشمندان مغربی شیخ عبدالله ابن صدیق الغماری حتی کتاب نوشتند که حسن التفهم و درک لمسئله ترک، یعنی خوب فهمیدن و درک کردن در مسئله ترک، آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردن، اجرا نکردن. و آغاز کتابشان را با یک بیت شروع میکنند، میگویند الترک لیس بحجة فی شرعنا لا یقتضی منعا ولا ایجابا.
یعنی ترک کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، انجام ندادن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کار را در شریعت ما دلیل شده نمیتواند، حجت شده نمیتواند. لا یقتضی منعا ولا ایجابا، منع کردن یک چیز را تقاضا نمیکند یا واجب بودن یک کار را تقاضا نمیکند، دلیل شده نمیتواند. خب دوستان عزیز، از گفته عالما، از گفته این دانشمندا ما به خلاصه میبینیم که انسان نباید در بدعت گفتن یک چیز سراسیمه شود و نه هر یک انسانی که صاحب علم نیست، انسانی که از جمله دانشمندان نیست، انسانی که بر تمام کتب اهل علم مطالعه ندارد، نباید که در بدعت گفتن و حکم بدعت را برآوردن و صادر کردن شتاب کند. دوستان عزیز، البته دانشمندایی هستند که در یک کار بدعت گفتن و نگفتن بین آنها اختلاف هست. ما باید هر دو طرف را رعایت نماییم. یکی از دانشمندان بزرگ امام شاطبی رحمت الله علیه کتاب اعتصام را نوشتند که کتاب اعتصام عبارت از 3 جلد است، همه کتاب درباره بدعت است. خب دانشمندان درباره بدعت بسیار شرح دادند، تفصیل کردند. ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه را سخنشان را آوردیم، امام شافعی رحمت الله علیه را سخنشان را آوردیم. برای همین از هر دو طرف خواهش میکنیم که آنهایی که در بدعت گفتن شتاب میکنند آهسته باشند و نباید در صادر کردن حکمهای شرعی سراسیمگی یا شتاب کنند. خب بر طرف مقابل در دیگر طرف هم میگوییم که آنهایی که ترک میکنند، شما مثلا یک انسان همین چیز را ترک کرد، از یگان سبب ترک کرد، آنها را به اجرا کردن مجبور کردن هم این عملی خوب نیست. مثلا مثال میبریم که امروز در جامعه ما بعد از نماز انسان ها نشسته تسبیحات میگویند و دست برداشته دعا میکنند. یک طایفه مردم این را بدعت میگویند و آنهایی که اجرا میکنند آنها را اهل بدعت میشمارند، آنها را در گمراهی میشمارند و طایفه دیگر آنهایی که همین عمل را اجرا نمیکنند آنها را نیز محکوم میکنند. برای همین دوستان عزیز، انسانی که اجرا میکند با نیت ثواب را به دست آوردن، آنها را ما محکوم نکنیم و آنهایی که با بعض سببها اجرا نمی کنند، بعد از نماز مثلا آهسته برآمده می روند، آنها را هم محکوم کردن درست نیست. خب بنابراین دوستان عزیز، آداب مسلمانی را، آداب اسلام را رعایت نماییم و همچنین در شریعت سخن گفتن و فتوا دادن و در حق هر یک برادر مؤمن و مسلمان مبتدع، فاسق یا کافر یا فلانه یا بسمدانه گفتن را یک کار معیده نشماریم و از این چیزها و از این عملهای بد خودداری کنیم. الله حق سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را بر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پایبند گرداند و از هر عملی که مخالف کتاب و سنت است، مخالف عمل صحابه و تابعین و تبع تابعین است، الله سبحانه و تعالی ما و شما را نگه دارد.